عزیزان شما میبینین که ما به دورترین نقاط کابل میریم و اون کسایی که بسیار زیاد مستحق هستند، بی بضاعت هستند، تحفه افطاری باران رحمت برشان میبریم. الله متعال از کسایی که کمک کردن قبول کنند و مطمئن باشین که ما نهایت زحمت میکشیم که کمک به محقق اقدارش برسه و از این را از الله متعال توفیق میخواهیم. و خواهش بنده شما ای است که لطفا این کلیپا را که میبینین فکر نکنین که یک فیلم است و دیدین و خلاص. در پشت هر این کلیپ یک داستان، یک درد یک مادر، یک بیوه، یک یتیم نهفته است که از همه چیز محروم هستند. شما میتونین که با کمک اندک این خانواده را در سر پایشان استاد کنید. الله متعال اجر عظیم نصیب همه ایتان کنید. سلام علیکم دوستای عزیز. قسمی که میفهمید یک بار دیگر در خانه یکی از هموطنای ما آمدیم و خواستیم که پل ارتباطی بین کسایی که کمک کردن و کسایی که مشکلات دارن بین از ما باشیم و آمدیم که از اینا بپرسیم که یا فعلا چی کار میکنن، چی وظیفه دارن. خاله چی وظیفه دارین در خانه؟ چند نفر هستین؟ خاله 4-5 نفر هستیم در خانه. خوب بسیار یا خود من مریض هستم، عملیات پایم کمر میتونم سه گشته نمیتونم. درست کارگرم ندارم. خوب. یک بچه یک دارم هم بوم است و پوزری هست یا بوم است نه خود میگم جا خیلی پای لنگ میرم کار میکنم. چی میکنم؟ پای من خود میریزه. شوهرتان خواهد؟ شوهرم فوت کردن تا بیشتر. چی مریضی دارین؟ خودی میمی دیکسی کمر یا خاله خود پای عملیات کمر عملیاتی درست. دیگه چی ندارم که من پیسه که میبرم پس دکترین شل شهید میگردم کرای خانه رو پره نمیتونم خرج خانه رو مشتو پای من تو در شهر خود من تو جانی جورم ندارم که جای کار کنم خلاص که کرای خانه مادم ما پره نمیتونم چند وقت کرای خانه ما مانده این بیماری رمضان چند روز شده در خدا معلوم که یک چیز ندارم که من سر دیدان کنیم. خودتان دیگه به خاطر همین پیدا کردن رزق حلال در این خانه مردم میره کار میکنم پای موارم پای سه جای پای خود من بسته میکنم از از کیشالاغ از درد است بسته میکنم سری چوب دیگر مشکلات را میرم نمیتونم که من تخت دوا در خود بگیرم غذا بگیرم میدونی غذا رو چی روزه میگیرم به دوا متعلم شهیده هستم جان خدا شما رو جانی جور بگیرم. دوستای عزیز قسمی که شما میبینید که در کشور ما فعلا مشکلات بسیار زیاد است و مردم ما جنجال و مشکلات بسیار زیاد دارن. دیگه خواستم از شما می است که شما امرای همه قسم مردم ها کمک کنید تا اینا بتانن به همون مشکلات زندگی خود برسن. دیگه ما از طرف بنیاد خیریه باران رحمت آمدیم. اینمی کمک های نقدی هست که دفعه ما در نظر گرفتیم. اینمی 5000 افغانی هست که کمک شده. جانی جور بدم و کسی کمک شده شما را هم جانی جور بدم همین مشکلات ما زیاد است دیگه جان. در ماه رمضان شما تکلیف که آمدین خداوند شما رو کمک کنه این کسی که برای ما کمک کنه اونم خداوند دیگه کمکش شیلای خارت نکنه در این دنیا جور باشه. جان خاله خدای جور باشه. آمین. تشکر دوستای عزیز. ما را همراهی کنید انشاءالله که برنامه بعدی دیگه پروگراما را داریم. خیر باشین چینل بسیار ما تکلیف هستیم این تو مشکلات داریم
مشت پای ما خود ریزه نمیشه که ما تورایی کنم یا بله، بله. غذای چیه نه هستیم که هستیم سرشی رو بگیریم پایش رو بجاست پایش رو بگیریم سرشی رو بجاست تو هست روز است که تیر میشه مشکلات هست راست بسیار تشکر زنده باشین اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردن